با سلام دیگر بارا به همه شما بینندگان بینیت عزیز، ساعت به وقت پرکته هست و چون همیشه من در این وقت برای شما بازم خبرهای تازه رو میرسانم از تاجیکستان و جهان و البته فراموش نکنید که 3 ساعت پس در پخش مستقیم برنامه خبری تقدیم شما می شود و چون همیشه منتظر شما خواهیم بود و امیدواریم ما رو همراهی میکنید. اما تا اون دم خبرها رو برای شما میگویم. در رابطه با مرگ سرباز قسم نظامی 87740 وزارت دفاع تاجیکستان رمضان زویروف 4 هم خدمت او را دستگیر کردند. جسد رمضان زویروف را آخر ماه ایول به والدانش در نوی رودکی سپردند. مقامات میگویند او تصادفاً خود را پرانده است ولی خانواده‌اش باور ندارند. یک مفتش داستانی حربی ولایت خرطوم گفت سرباز و افسری بازداشت شده با سوء استفاده از مقام خدمتی برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی و ویران کردن قاعده آیین‌ناموی مناسبت‌های بین همدیگری خدمتچیان حربی متهم باشند. سربازان دستگیر شده در بازداشتگاه موقتی نگهداری می‌شوند و در صورت تصدیق این اتهامات با آنها از 8 تا 12 سال زندان تهدید می‌کند. به سبب معلوم نبودن نام سربازان بازداشت شده یافتن نزدیکانشان و همین طور فهمیدن موقع آنها تا این دم به رادیو آزادی میسر نشد. مقامات هنگام به والدانش دادن جسد رمضان زویروف گفتند او هنگام بازی با سلاح ناگهان به خود تیر زد و در راه به بیمارستان حربی فوتید. پدرش میگوید مسئولان قسم حربی نیز در نامه سبب مرگ رمضان را حادثه ناخوش نوشتند. قبلا سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان فریدون محمدعلی زاده به رادیو آزادی گفته بود که در گذشته هم حادثه از بی‌احتیاطی فوتیدن سربازان ثبت شده است. آنها با سلاح بازی میکنند و هر لحظه تیردان را کشوده و محکم میکنند ولی والدان به این حادثه ها شبهه دارند. شماره تصدیق شده گرفتاران کرونا ویروس در سراسر عالم در دوام 5 ماه پاندمی از 20 میلیون نفر بیشتر شده. تعداد قربانی ها از این بیماری به 750,000 نفر رسیده است. تخمینا چهارک گرفتاران کرونا ویروس و یا بیماری کووید 19 در امریکا به سر میبرند. در امریکا از این مریضی بیش از 163,000 به هلاکت رسیده است. دانشگاه جان هاپکینز ایالات متحده آمریکا اطلاع میدهد که در جای دوم برزیل با 3 میلیون گرفتاری کووید 19 و در جای سوم هندوستان قرار دارد که در این کشور تخمینا 2,200,000 نفر مبتلای کووید 19 می باشند. رئیس سازمان جهانی تندرستی روز 10 آگوست گفت برای رفع پاندمی اقدام‌های موثر رهبران از یک طرف و از سوی دیگر اجرای چاره‌بینی‌های نو از جانب شهروندان ضرور می باشد. در همین حال دفتر مطبوعات وزارت تندرستی تاجیکستان اطلاع داد که از 30 اپریل تا 10 آگوست در این کشور در مجموع کرونا ویروس نو به 7827 نفر سرایت کرده. 62 کس از این بیماری جان باختند. به اطلاع رسمی 6614 نفر و یا 84% از بیماران شفا یافتند. وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید آماده است که از 50 بورسیه پیش بینی شده در سال تحصیل 2020-2021 5 بورسیه را برای تحصیل در زمینه ماجستراتور برای شهروندان افغانستان جدا کند. این نکته ضمن واخوری وزیر معارف با سفیر نفتعین افغانستان در تاجیکستان محمد ظاهر اخبار بیان کرده است. در این ملاقات جانب‌ها گسترش همکاری علمی و آموزشی میان دو کشور را مطرح کردند. همچنین مسائل مربوط به تحصیل و بود و باش دانشجویان افغان در تاجیکستان دسترس و تمدید نمودن روابط برای دانش آموزان، اینچنین جدا کردن بورسیه های تحصیلی برای شهروندان افغانستان در سال تحصیل 2020-2021 مورد تحلیل قرار گرفته است. ترکیه و امارات متحده عرب با قرقیزستان پروازهای دائمی را به راه ماندند. از وزارت نقلیات و راههای قرقیزستان خبر دادند که عین زمان برای برقرارسازی روای هوایی با روسیه و چین گفتگوهای ادامه دارند. با این وجود دقیق نیست که روای قطارهای مسافربر و دیگر نوع نقلیات زمینی بین کشورها کی از سر گرفته می شود. بعد آنکه در ماه مارس نخستین حالتهای گرفتاری با کرونا ویروس در قرقیزستان ثبت شد، مرزهای آن کشور بسته و نظام فوق‌العاده جاری گردید. در همین حال نزدیک 1000 تن از ازبکستانی هایی که بعد چند روزی بند ماندن در مرز روسیه با قزاقستان نهایت به ازبکستان آورده شدند در ولایت نمنگان به کرانتین گرفته شدند. این شهروندان را روز 9 آگوست طریق قطار از ولایت سمره روسیه به ازبکستان آوردند. از آغاز پنجشنبه این بیماری فراگیر در روسیه بسیاری از مهاجران آسیای مرکزی بیکار و بی‌درآمد ماندند.
از جمله مهاجران توجیک نیز. حالا اکثریت منتظر باز شدن مرزها و برقرار گردیدن پروازهای دومی می باشند، اما تا این ساعت متاسفانه خبری در این باره بینندگان عزیز روی دست نیست و سنه دقیق راه اندازی پروازهای منتظم بین تاجیکستان و روسیه نیز اعلان نشده است. اما به هر صورت ما هر ساعت این موضوع را پیگیری داریم و در صورت به دست آمدن نوگانی حتما به سهم شما بینندگان عزیز ما خواهیم رساند. یک سازمان غیردولتی حفظ محیط زیست در تاجیکستان به 46 خانواده در دو دهه دوردستی ناحیه روشنی ولایت مختار کوهستانی بدخشان تفدان آفتابی تقدیم کرد. کارشناسان این سازمان گفتند ساکنان با این تفدانها می توانند خوراک آماده کنند، چای جوشانند که باعث صرفه نیروی برق، هیزم و انگشت و بودجه خانواده ها می شود. فیزیکدان ها می گویند در تاجیکستان از نیروی آفتاب درست بهره برداری نمی شود، حالانکه اقلیم کشور امکان می دهد سال به حساب میانه 270 روز از افتاد با نیرو گرفت. نتاله ادریس و مسئول سازمان غیردولتی زیست محیطی مالینکای زمله دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این گونه دستگاه ها برای ساکنانی هم که به نیروی برق دسترسی دارند نیز ضرور است، چون نرخ نیروی برق خصوصا در ولایت مختار کوهستانی بدخشان گران می باشد و 1 کیلووات ساعت آن تا 30 درم نرخ دارد. این تفدان ها می توانند بودجه خانواده های قشرهای نادار و آسیب پذیر را در کوهستان صرف کنند. افزود او ارزش تفدان های آفتابی 1000 سومانی و یا حدود $100 آمریکایی است و مسئولان این سازمان آن را از چین دسترس کردند. خب بینندگان عزیز، این چند خبر تازه بود که تا این ساعت به دست ما رسید. خبرهای از این بیشتر را البته ما بعد از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری برای شما پیشنهاد میکنیم و اگر تا آن وقت شما نیز بینندگان عزیز هر خبر نواری و یا گزارش جالبی دارید به ما بفرستید، ما آن را پیگیری میکنیم و کوشش میکنیم که شما رو در جریان خبرهای تازه روز تاجیکستان و جهان بگذاریم. با خیر سلامت باشید. من شما رو منتظرم و تشکر که با ما هستید.